الرحیم. نوع دیگه نکروز که است نوع به نام نکروز فایبرینوید یاد میشه یا نکروز فایبرینوید. کس گفته میتونه که چی معنی فایبرین چی است، فایبرینوید نکروز چی است و فایبرین چی است؟ کس گفته میتونه فایبرین چی است؟ یک سوال شما در هیستولوژی خونی را خوانده باشین شاید. فایبرین چی است؟ فایبرین صحیح شد. امروز ما و شما فایبرینوید نکروز میخوانیم، اما قبل از اینکه ما و شما نکروز فایبرینوید بخوانیم یک چیز متوجه باشین. ما و شما در داخل بدن انسان، در داخل رگ ما و شما چی داریم؟ خون داریم. خون خودش از دو بخش ساخته شده، یکیش که از حجرات است و دومش چی است؟ پلازما است. پلازما باز خودش از چند قسمت ها ساخته شده، یکیش که از قسمت زیادش چی است؟ از او ساخته شده H2O، و قسمت دیگهش از پروتین، لیپید و الکترولایت ها ساخته شده. از او جمله یک بخشش چی است؟ پروتین است. پروتین. باز در پروتین چند نوع وجود داره، یکیش پروتین به نام البومین یاد میشه، البومین، و دومش به نام فایبرین یاد میشه، فایبرین. اصلا یعنی فایبرین چی است؟ فایبرین یک پروتین است که در حالت نرمال در خون وجود داره. وظیفهش چی است؟ متوجه باشید. وظیفهش چی است؟ در خون چی میکنه فایبرین؟ فایبرین در حالت نرمال در خون به شکل غیر فعال وجود داره. وقتی که فعال میشه در بدن انسان، وقتی که خونریزی واقع میشه این فعال میشه. وقتی که فعال شد سبب توقف چی میشه؟ خونریزی میشه. خونریزی را چی میکنه؟ خونریزی امیر استاد میکنه. این وظیفهش است. فایبرین یک پروتین است که در حالت نرمال در خون یا در پلازما وجود داره. وقتی که فعال میشه سبب کلارت شدن خون میشه و خونریزی را چی میکنه؟ توقف میکنه. حالا فایبرینوید نکروز چی است؟ از این خاطر به این فایبرینوید نکروز میگه، به خاطر که فایبرین یا پروتین های فایبرین از داخل رگ، از خون داخل میشه به چی؟ به جدار رگ یا دیوال رگ. اگر شما یاد داشته باشند در هیستولوژی ما گفتیم که جدار رگ از چند قسمت ساخته شده است، چند طبقه ساخته شده، از سه طبقه. اول طبقه انتیمایش است، دومش طبقه مدیا و سومش طبقه ادوانتشیا. در این طبقه انتیما یا در طبقه انتیما و مابین طبقه مدیا، در این قسمت فایبرین چی میکنه؟ جای میگیره. به خاطر که اول چی صورت میگیره؟ سل دیج صورت میگیره. وقتی که سل دیج صورت گرفت، بعد از این چون که طبقه انتیما تخریب میشه، همون فایبرین چی میشه؟ داخل از این میشه و جرثوب میکنه. حالا متوجه باشین. آسیب نکروتیک به دیوال رگ. وقتی که اینجا مثلا شما متوجه باشین این جدار رگ است، این حجراتش است، حجرات اندوتلیالش. اینی حجرات اندوتلیال آسیب میبینه. اینی که آسیب بود ای چی میشه؟ مرگ حجره واقع میشه، از بین میره. وقتی که حجرات اندوتلیال از بین رفت، خون چی میشه؟ امی انساجش یا پروتین هایش میتونه از این فاصله بین اندوتلیال داخل چی شوه؟ داخل سب اندوتلیال شوه. داشت فاصله که در مابین مدیا و طبقه اندوتلیال قرار داره. بعد از یعنی اولین چیزی که ما گفتیم بلاد وزل وال دی چی میشه؟ تخریب میشه. اینی فایبرینوید نکروزیس فقط در طبقات رگ صورت میگیره، دیگه جای بدن نه، به خاطر که در اینجا فایبرین وجود داره، دیگه جای فایبرین وجود نداره. از چی پیدا میشه؟ نشست پروتین ها به شمول فایبرین، یعنی پروتین که ما گفتیم کدام پروتین؟ فایبرین، اکثریتش فایبرین است. به داخل دیوال رگ باعث رنگگیری صورتی روشن، یعنی برایت پینک staining در بررسی مایکروسکوپی میشه. چی معنا؟ وقتی که ما و شما مثلا یک جدار رگ که تخریب شده باشه، حجراتش نکروز کرده باشه، اگر ما و شما از این یک عکس زیر میکروسکوپ بگیریم، اگر متوجه باشین در اینجا ما و شما میبینه یعنی لومن یا چیش است، جوفش است. بعد از این ما شما طبقه انتیما است، این قسمتش اکثر انتیما و طبقه عضلاتیش. اگر متوجه باشین در این قسمت ما شما همین چیز سرخ که میبینین، این قسمت هایشه، این کلش پروتین فایبرین است که مثل یک رنگ ساختمان ساده. اینی چی است؟ همین کرکتر یا خاصیت فایبرینوید نکروز است. فایبرین چی میشه؟ اصلا مرگ حجروی یعنی حجرات کلش واقع شده. خب این حجرات مرده، از داخل رگ چی شده؟ فایبرین
داخل شده به جدار رگ و در جدار رگ همینجا چی کرده؟ رسوب کرده. این شکلی از فایبروین نکروسیس است. یعنی خلاصه تر اگه بگویم وقتی که از هر سبب جدار رگ تخریب میشه، حجراتش نکروسیس میکنه، فایبرین کی و پروتئین های دیگه که در خون وجود داره ای چی میشه؟ از داخل رگ داخل میشه به جدار رگ و در جدار رگ رسوب میکنه. این میره ما و شما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام فایبرین نکروسیس. در این شکل هم شما میبینین فایبرین نکروسیس دیده میشه. اگه متوجه باشین این جوفش یا لومنش، جوفش هست، این قسمتش هست، این قسمتش جوفش هست و این قسمت ها را که شما میبینید کلش چی هست؟ فایبرین نکروسیس هست. هم برنگ سرخ که معلوم میشه فایبرین هست. اینجا فایبرین چی کرده؟ رسوب کرده. و در بعض جای ما و شما حجرات نیتروفیل هم میبینیم. حجرات نیتروفیل وقتی که ما و شما در انساج، کسی گفته میتونه که در حالت نرمال حجرات نیتروفیل در انساج وجود داره؟ حالت نرمال در انساج نیست. آفرین. در حالت نرمال حجرات نیتروفیل در انساج وجود نداره، فقط در خون وجود داره. وقتی که از خون به انساج داخل میشه ما شما میگیم که این نسج التهابی شده، یعنی یک مشخصه التهاب است، در حالت نرمال وجود نداره. از این خاطر ما شما میفهمیم که اینجا نکروز هم واقع شده و التهاب هم چی شده؟ التهاب هم واقع شده. یعنی بود اما مشخصه و نتیجه که فایبرینیک نکروسیس چی است و چه قسم شکل داره. متوجه باشین مکانیزمش یکسان است، کدام فرقی نداره. ما از اول هم گفتیم امی کلاسیفیکیشن که ما میکنیم نظر به امو قسمت ظاهریش است. ما به شکل ظاهری میبینیم که این قسم فایبرین دیده میشه. دیگه امو پروسه نکروسیس در کلگی انواع نکروسیس یکسان است. همین قسم حجرات چی میشه؟ از بین میره. در کدام قسم چی وقت دیده میشه؟ اینی که از مشخصه هایپرتنشن ملیگننت هایپرتنشن است. ملیگننت هایپرتنشن چی رو میگیم؟ وقتی که فشار خون زیاد بالا میشه، زیاد بالا میره یا به شکل دوامدار بالا میشه یا تقریبا از 180 تا 230 میره، مثلا فشار پایین از 180 تا 230، اینی رو ما شما ملیگننت هایپرتنشن میگیم که بسیار زیاد بالا است. یک ایمرجنسی است، حالت ایمرجنسی. اگه تداوی نشه سبب فلج هم میشه، سبب سقطه قلبی میشه، سبب فیلیر گرده ها میشه. اینی رو ما شما ملیگننت هایپرتنشن میگیم. یک دینی حالت دیده میشه به خاطر که هایپرتنشن فشار سر جدار خون چی میشه؟ زیاد میشه. فشار که زیاد شد اما خود جریان خون حجرات چی میکنه؟ تخریب میکنه. استرس یا فشار چی میشه؟ زیاد میشه. و دوم ما واسکولایتیس دیده میشه. واسکولایتیس چی است؟ واسکولایتیس التهاب جدار رگ است. اما خود جدار رگ که التهابی میشه این به نام چی یاد میشه؟ به عنوان واسکولایتیس. چرا که واسکولار ما رگ میگم و آیتیس که میه چی میشه؟ التهاب میشه. اینی بود فایبرینیک نکروسیس و مشخصات که در کدام امراض دیده میشن و چه قسم یک پروسه داره. اگه خلاصه تر بگویم، اگه در امتحان سوال باشه که چرا فایبرینیک نکروسیس ما شما فایبرینیک نکروسیس میگیم؟ به خاطر که فایبرین که در خون وجود داره اینی در انساج نکروتیک چی میشه؟ داخل میشه. خلاصه تر همین است و فقط در رگ ها دیده میشه. چرا در رگ ها دیده میشه؟ به خاطر که در دیگه جای بدن انسان فایبرین وجود نداره. همین جایی است که میتونه به انساج نکروتیک شوه، از این طریق میتونه به انساج نکروتیک داخل شوه. خب اینی بود درس نکروز ما و شما. اول ما و شما اپوپتوسیس میخوانیم. اپوپتوسیس چون که ما از اول گفتیم که مرگ حجروی، حجرات که در بدن انسان مرگ میکنه به دو طریقه است. یک طریقه به نام نکروسیس یاد میشه و طریقه دوم هم به نام چی یاد میشه؟ به نام اپوپتوسیس یاد میشه. در می شکل نقاط کلیدی و فرقای کلیدی در مابین اپوپتوسیس و نکروسیس تشریح شده. ما گفتیم که در نکروسیس اول حجره چی میشه؟ سل سویلینگ پیدا میکنه، حجره پوندیدگی پیدا میکنه. ما گفتیم مکانیزم میشه که چه قسم پوندیدگی پیدا میکنه. بعدن لیکیج اف کانتنت، غشای حجروی چی میشه؟ از بین میره، تخریب میشه. وقتی که غشای حجروی تخریب شد یعنی حجرات انفجار میکنه در نکروسیس. همین موادی که در داخلش هست، چه مایتوکندریا باشه چه هر چیز باشه، چی میشه؟ این خارج میشه از این. break down of organelles چی میشه؟ به خارج میشه و بعدا در قسمت آخر به وسیله التهاب چی میشه؟ تعقیب میشه. یعنی مهمترین فرقایش بود. آره در اپوپتوسیس چی میشه؟ برعکس نکروسیس، در نکروسیس پوندیدگی پیدا میشه، اما در اپوپتوسیس چی میشه؟ شرینکج، حجمش چی میشه؟ کم میشه. یعنی رو ما سل شرینک، اول چی میشه؟
حجمش کم میشه. دوم کروماتین یا هستهش که از هسته کنتنس میشه، یعنی متراکم میشه، حجمش هسته هم چی میشه؟ کم میشه، برعکس نکروسیس است. و سوم چی میشه؟ نوکلیر کلاپس واقع میشه، حجره هسته بیخی از بین میره. وقتی که متراکم میشه ما گفتیم با واسطه پیکنوسیس هم پروسه است که حجره چی میشه؟ هسته چی میشه؟ نمی خرد میشه. و ممبران بردینگ چی رو میگم؟ اگه متوجه باشین ما و شما مثلا اینی یک حجره است، این حجره میخواد که به واسطه اپوپتوز چی شود؟ از بین بره. اول چی میشه؟ در اینجا هستهش بسیار خرد میشه و دومش امی حجرهش که از غشای حجروی از بین نمیره، اما از غشای حجروی این قسم ساختمان یا بخشای حجره چی میشه؟ جدا میشه. این به نام بردینگ یاد میکنه. پس امی حجره بردینگ چی میشه؟ جدا میشه و مثل این باز یک چی میشه؟ یک توته میشه که به نام اپوپتوتیک باردی یاد میشه یا جسم اپوپتوتیک که امی یک پارچه میشه، باز به واسطه حجرات ماکروفاژ چی میشه؟ از بین میبره. هیچ در ساحه التهاب ذرات پیدا نمیشه، یعنی مواد داخلی حجرات که هست هیچ به فاصله چی نمیشه؟ خارج هم نمیشه. از این خاطر اپوپتوسیس یک مرگی است که حجرات تنظیم شده که حجرات میخواه خودش چی کنه؟ بکشه، یا بدن انسان میخواه که رو بکشه. حالا متوجه باشین ما چی میگیم اپوپتوسیس چی است و چه قسم مرگ حجروی است. اول ما شما میگم مرگ حجره وابسته به انرژی، یعنی ATP dependent. یک چیزی که ما شما میگیم در نکروسیس ما شما انرژی ضرورت نداریم که حجره رو بکشیم، اما در اپوپتوسیس چون که فروشه اکتیو است و حجره خودش میخواد که حجره رو چی کنه؟ از بین ببره. از این خاطر ما شما چی را ضرورت داریم؟ انرژی را ضرورت داریم. یعنی یک پروسه ATP dependent است. دوم ژنتیکی و برنامه ریزی شده است. ژنتیکی چی معنی؟ یعنی حجرات خودش تصمیم میگیره، DNA حجره تصمیم میگیره که باید این حجره باید شو از بین بره. و سوم برنامه ریزی شده، یعنی خوب صحیح بدن انسان یعنی کار پلان کرده که ما باید این حجره رو چی کنیم؟ از بین ببریم. genetically programmed cell death. اگه خلاصه تر بگویم ما دو نوع مرگ حجروی داریم، نکروسیس و اپوپتوسیس. نکروسیس ما شما اکسیدنتال سل دیت میگیم، یا مثل یک حادثه واقع میشه، هیچ قبلا حجره خبر نداره که ما میمیریم، اما یک نوع واقع میشه. اما اپوپتوسیس که از پروگرامد سل دیت است، یعنی قبلا برنامه ریزی شده است، حجره میفهمه که ما باید همین وقت میشه از بین میریم. یک پلان کار چی است؟ کار پلان شده است. این چیزا مهم است. یکیش ATP دیپندنت است، دومش است برنامه ریزی شده، پروسه برنامه ریزی شده است. یا چی است؟ میتونه ما گفتیم اگه متوجه باشین نکروس ما گفتیم که یک گروه حجرات از بین میره، چون که حادثه واقع میشه نمیتونه که فقط یک حجره را مشخص کنه. اما در اپوپتوسیس چون که پروسه پلان شده است میتونه فقط هم یک حجره هم چی کنه؟ بکشه. از این خاطر شامل حجرات منفرد یعنی یک حجره و یا هم گروپ های کوچک حجرات میباشه. میتونه که یک حجره اپوپتوسیس کنه و یا میتونه 2 یا 3 حجره، اما حجراتش مشخص است. با دیگه حجره به همجوارش هیچ ضرر نمیرسه. صحیح شد؟ مثال هایش چی است؟ در کدام قسمت های بدن مثلا ما شما اینی پروسه را داریم، چی وقت واقع میشه در کدام امراض؟ یکیش که است ریزش اندومتری. اندومتری چی را ما شما میگیم؟ متوجه باشین اینجا ما شما رحم که در زناست مثلا اینی رحم باشه، این قسمت خارجیش، امی قسمت داخلی رحم به نام اندومتری یاد میشه. اینی قسمتشه چی است؟ اندومتری است. اگه متوجه باشین زنا چی داره؟ عادت ماهوار داره. عادت ماهوار چی میشه؟ اینی طبقه اندومتری است. اندومتری هم که است در تقریبا در 14 روز اول، در 14 روز اول اینی چی میشه؟ اینی گروت میکنه، یعنی رشد میکنه. کمتر است اما باز چی میشه؟ زیاد میشه، زیادتر میشه. این قسم رشد میکنه، حجمش چی میشه؟ زیاد میشه. یعنی پروسه به نام پرولریشن یاد میشن. بعد از 14 روز اینی اما تو زخیم میمانه و پروسه سکرشن شروع میشه. غدواتش چی میکنه؟ غدواتش میوکاس افراز میکنه. وقتی که همون 2 تا 14 روز پوره میشه روز 28 میشه و روز 28 اینی کلش باز چی میشه؟ از بین میبره. اگر
حاملگی صورت میگیره، فرتیلایزیشن یا القا صورت میگیره، این اما تو باقی میمانه. به خاطر که اینی هر ماه که است اینی نو جور میشه به خاطر غرس شدن امبریو که باید اینی امبریو غرس شوه. اگر امبریو فرتیلایزیشن صورت نگیره این دوباره چی میشه؟ از بین میره. از این خاطر اینی حجراتش که اینجا وجود داره طبقه اندومتریال این باید کلش چی شوه؟ از بین بره. اما یک کار پلان شده است که خود بدن انسان میخواه که حال خود فرتیلایزیشن یا القا صورت نگرفت دیگه طبقه اندومتریوم در کار نیست، باید چی شوه؟ باید از بین بره. از او خاطر بدن انسان تصمیم میگیره که این طبقه چی شوه؟ از بین بره. صورت اول حجراتش اپوپتوز میکنه و بعد از اپوپتوز چی میکنه؟ شیدینگ یا ریزش میکنه، از بین میره و خارج میشه از مفعول. یعنی یکی از پروسه است که حجرات اندومتریوم با وسیله چی؟ با وسیله اپوپتوزش از بین میره. اندومتریال شیدینگ میگه، شیدینگ ریزش شما میگه. در طول چرخه قاعدگی یا منسترال سایکل، منسترال سایکل تقریبا در زنای نورمال که باشه تقریبا 28 روزه است. 28 روزه در 28 روزه طبقه اندومتریوم جور میشه و دوباره چی میشه؟ از بین میره. دومش از حذف حجرات در طول جنین زایی یا امبریوجنسیس. اگر متوجه باشین شما در امبریولوژی خوانده باشین حجرات بدن انسان که جور میشه در داخل رحم اول این قسم شکل و ساختمان نداره. همین دستی که هست دست تقریبا کلش یک پارچه میشه. این قسم اگر متوجه باشین این قسمت دست کلش این قسم می باشه. باز حالی که در دست امی قسمت هایی که مثلا در انگشت هست اینی انگشت که جور میشه باید گوشتی که در داخل انگشت هستی باید از بین بره. اینی گوشت به خاطر که انگشت ما شما چه و جور شو. اینی قسمت ها وقتی که بدن انسان در امبریوجنسیس خود حجرات تصمیم میگیره که باید شکل دست داشته باشه، از او خاطری چی میشه؟ از بین میگه. اگر یادتان باشه بعضی کسا هم یک یا دو انگشت چی است؟ چسبیده است. انگشت چی است؟ چسبیده است یا اکثریتش با انگشتای پایش چسبیده میشه به خاطر که در او حالت اپوپتوز صورت نمیگیره. اپوپتوز اگه صورت نگیره کلی انگشتای ما شما همون تو چسبیده باقی میمونه. از این خاطر در امبریوجنسیس بعضی اوقات حجرات بدن که قبلا ساخته شده این باید چه از بین بره به خاطر که بدن سالم انسان ساخته شده. این یکی از مثال های دیگه ایش است. و مثال سومش کشته شدن حجرات آلوده با ویروس است به وسیله تی سل. ببینید وقتی که بعضی حجرات بدن با ویروس مبتلا میشن، مایکرو رو نخواندین شما ما شما در کل میکروب ها که است 5 طبقه تقسیم میکنیم. میکروب ها که داخل بدن انسان میشه و چی را تولید میکنه؟ مرض تولید میکنه. یکیش باکتریا است، یکیش ویروس است، یکیش فنگس است، سومش پروتوزوا، چهارمش پروتوزوا و آخرش هم کرم ها یا هلمنت است. از اون جمله ویروس که است، ویروس در خارج از حجره هیچ چیز است، هیچ چیز هم کار نمیکنه. یعنی چی میشه؟ اول داخل حجره میشه، وقتی که داخل حجره شد همینجا دی ان ایش هک میکنه، دی ان ای را به نفع خود استفاده میکنه و دیگه همین حجره چی میشه؟ تبدیل به میشه که ویروس ها در تولید شونه. حالی امی حجراتی که در داخلش ویروس وجود داره از خود یک سیگنال به غشای حجرویش نشان میدن، مثل که ما و شما انتیجن چی داریم؟ انتیجن آر بی سی داریم، ای بی ای. همین قسم یک انتیجن. حالی حجراتی تی سل که از سی دی اچ تی سل اینی انتیجن هم میشناسه، میفهمه که اینی حجره چی است؟ اینی حجره ویروسی است و اینی حجره سالم است. از این خاطر خود امی حجره تی سل تصمیم میگیره که این حجره را باید بکشه، اما اینی را که میکشه به شکل اپوپتوز میکشه، به شکل نکروسیس نه. چی میکنه؟ سر همین حجره ویروسی فشار میاره که خدا بکشه. از اون خاطر چی میکنه؟ همین حجره تصمیم میگیره که خدا چی کنه؟ بکشه. اینی یک پروسه اپوپتوز است که دمی طریق ان حجرات ویروسی از بین میره و ان حجرات سرطانی به وسیله حجرات سی دی اچ تی سل به وسیله اپوپتوز چی میشه؟ از بین میره. اینی بود مثال هایش که ما خواندیم و بعضی فرقای مهمی از نکروسیس. ببینید بعضی اوقات شما هر وقت تعریف یک چیز یاد نگیرین. ما شما ضرورت داریم که دو چیز از یک دیگه تفکیک کنه. حالش دیگه مهم است که شما اپوپتوزیس از نکروسیس چی کنین؟ تفکیک کنین. اردویش مرگ حجروی است.
اما باید شما بفهمید که اپوپتوسیس چی است و چه وقت صورت میگیره و نکروسیس چی است و چه وقت صورت میگیره. حالا ما شما میایم مورفولوژیش یا شکلش سعی میکنیم که چه قسم امی اپوپتوسیس که واقع میشه حجرات کدام شکل به خود میگیره، یا حجرات اپوپتوتیک کدام شکل داره، از حجرات نکروتیک کدام فرق داره. این ما شما مطالعه میکنیم. تغییراتی که در حجرات اپوپتوتیک واقع میشه، تغییرات حجره در حال مرگ یا که در واقع میشه چی است؟ اول حجره کوچک شده. اولین چیزی که ما شما گفتیم که در اینجا حجره چی میشه؟ حجمش کم میشه. اما در نکروسیس پوندیدگی پیدا میکنه، چون که پوندیدگی پیدا میکنه حجمش چی میشه؟ زیاد میشه. سایتوپلازم چی شکل به خود میگیره؟ ایزونوفیلیک میگیره. یعنی چی میشه؟ یعنی سرختر معلوم میشه، آبیتر، چی شکل گلابیتر به خود میگیره. به خاطر که اینی دو قسمتش، یکیش کل حجره چی میشه؟ خرد میشه. دوم سایتوپلازم به شکل ایزونوفیلیک دیده میشه، یعنی سرخ میشه. اینی دو قسمت، دو نشانهش است. وقتی که شما حجرات میبینید که از دیگه حجراتش اندازهش چی است؟ کم است، خردتر است و سایتوپلازم هم چی شده؟ ایزونوفیلیک شده. این مشخصات چی است؟ اپوپتوز شد. هسته چی میشه؟ هسته به صورت به سازمان یافته متراکم و قطعه قطعه میشه. ما که گفتیم که به وسیله پیکنوسیس حجره چی میشه؟ اگر می هسته باشه، حجره باشه و هستهش باشه، هسته متراکم میشه، خرد میشه. وقتی که خرد شد آخر چی میشه؟ بیخی خردتر میشه و پارچه پارچه میشه، از بین میره. اینی طریقه حجراتش است که از بین میره. اما در نکروسیس چی میشه؟ غشای هستوی هم چی میکنه؟ اول پوندیدگی پیدا میکنه و بعدم رپچر میکنه. کروماتین چی میشه؟ آبشان میشه. اینی شد به این طریقه حجراتش چی میشه؟ هسته هایش از بین میره. اجسام اپوپتوتیک یا اپوپتوتیک بادی از حجره جدا شده و توسط ماکروفاژ ها چی میشه؟ از بین میره. اگر یادتون باشه اول هم گفتیم که همین چه کانتنت حجرات که از یک قسمت از غشای حجروی، یعنی قسمت غشای حجروی از حجره جدا میشه، دیگه قسمتش هم جدا میشه، دیگه قسمت هم جدا میشه. اما یک حجره با چند قسمتایی که کلش با وسیله غشای حجروی کور شده. اگر همین قسمتش میتوکندریا یا قسمت‌های دیگه حجره هم باشه، اما چه پارچه پارچه میشه، اما حالا با وسیله غشای حجروی کور شده. یعنی می قسمتی که در داخلش کانتنت یا محتوای حجره قرار داره و با وسیله غشای حجروی کور شده به نام چی یاد میشه؟ به نام اپوپتوتیک بادی یاد میشه. کل ماکروفاژ به جای از اینکه یک حجره کلانه بله کنه، نسبت به این اپوپتوتیک بادی بسیار آسان است که یکیش چی کنه؟ بکشه. از اون خاطر ام یک چی مست اصطلاح است که اول دیوارد and then چی؟ کل. اول چی میکنه؟ اول تقسیم میکنه و بعدن چی میکنه؟ از بین میبره. یعنی شد امی چیشه؟ که به چی قسم حجرات امی اپوپتوتیک بادی را از بین میبره. و قسمت آخری چی است؟ اپوپتوزیس هیچ وقت هم باعث چی نمیشه؟ التهاب نمیشه، با التهاب تعقیب نمیشه. خب بس کن توجه باش. فرق چهارم، مهمترین فرقی که ما شما میگیم که اپوپتوزیس به وسیله التهاب تعقیب نمیشه، اما نکروسیس حتما به التهاب چی میشه؟ تعقیب میشه. این بود امی قسمت مورفولوژیکی یا که چه قسم حجرات اپوپتوتیک از بین میره. حالا ما شما مکانیزمش میخوانیم، خلاصه تر میخوانیم، باز در درس آینده بخیر تفصیلا مطالعه میکنیم. خب حالا ما گفتیم که حجرات در اپوپتوزیس به شکل پروگرام از بین میره. مثلا خودش همین پروسه رو پروگرام میکنه. اینی مورفولوژی شد که اول حجره خرد میشه، بعدا هستهش چی میشه؟ خرد میشه و به شکل اپوپتوتیک بادی از چی جدا میشه از حجره. حالا ما شما مکانیزمش میخوانیم که چه قسم حجرات خودش پلان میکنه که خود بکشه، کدام پروسه از کدام طریقه حجرات چی میکنه؟ به اپوپتوزیس میره. اینی مکانیزمش است. اینی مکانیزم ما شما بخیر میخوانیم. اول قبل از اینکه ما شما مکانیزم بخوانیم همینجا متوجه باشین. اینی پروسه اپوپتوزیس است. در این شکل شما میبینیم یک حجره اپوپتوتیک چی میشه؟ از بین میره. چه قسم یک پروسه است؟ مثلا اگه شما متوجه باشین اینی کلش حجره است. در حجره اول ما گفتیم که هسته خودش چی میشه؟ هستهش خرد میشه و امی کانتنت یا محتوایش به شکل اپوپتوتیک بادی اول از چی جدا میشه؟ از حجره. وقتی که جدا شد ببینید این اپوپتوتیک بادی است. باز خود اپوپتوتیک بادی که چی وصل میشه؟ با وسیله ماکروفاژ بالا میشه. اینی پروسه شد یا هم شکلش که ما شما گفتیم. حالا چند طریقه است که با وسیله از این
حجرات چی میشه؟ از بین میره یا اپوپتوز میکنه. در مجموع اگه ما شما بگویم مکانیزم میشه. مکانیزم اپوپتوز ما به دو قسمت تقسیم میکنیم. یکیش به نام انترینزیک پاتوی یاد میشه، دومش به نام چی یاد میشه؟ به نام اکسترینزیک پاتوی یاد میشه. انترینزیک پاتوی کدام پاتوی است؟ انترینزیک معناش داخلی است، یعنی پاتوی یا راه داخلی که حجره خودش امی پاتوی یا اپوپتوز شروع میشه، از داخل حجره شروع میشه. صحیح شد؟ یعنی پاتوی خارجی است، داخلی است. بخشیم دومش که از اکسترینزیک پاتوی است، یعنی پاتوی خارجی. خود حجره تصمیم نگرفته که خود بکشم. مثلا به شکل مثال که من برات گفتم که در حجرات ویروسی است، در حجرات ویروسی حجره خوشحال است به خاطر که حجره هک شده و ویروس همین کل مدیریتش ویروس به عهده گرفته. اما آل یک حجره دیگه میایه، مثلا تی سل، در اینجا متوجه باشین این تی سل است. این تی سل چی میکنه؟ برای حجره سیگنال میده، اینا مجبور میکنه که خود بکشه. فقط فرقش دمی است که سیگنال فرق داره. یک سیگنال مثلا شما از خارج میگیرین که براتون میگه که خدا بکشه، یک سیگنال خودی در داخل موجود است که خدا بکشه. دیگه پروسه یکسان است، همین پروسه اپوپتوز است. صحیح شد؟ اما فقط سیگنالاش فرق داره. خلاصه اگه ما بگوییم یکیش از پروسه اکسترینزیک، دومش از پروسه انترینزیک است. باز اردویش پروسه چی مثلا شکلایش و چیزاش فرق داشته باشم، اما خلاصه تر کلش که میآید در آخر در هر دو پروسه چی را فعال میکنه؟ متوجه باشین، اکزیکشنر کاسپیز فعال میکنه. پروتین ها است که در داخل حجره قرار داره به نام کاسپیز یاد میشه. کاسپیز چی است؟ کاسپیز انزایم ها است، اصلا از پروتین ساخته شده. وظیفه چی را داره؟ وقتی که فعال میشه در داخل حجره در حالت نرمال در کل حجرات وجود داره، اما به صورت غیر فعال. وقتی که فعال میشه میتونه که هر قسمت حجره چی کنه؟ تجزیه کنه و از بین ببره. از او خاطر امی هر دو پروسه باز ما میخوایم که چه قسمی را فعال میکنه. هر دو پروسه چی را فعال میکنه؟ کاسپیز فعال میکنه. کاسپیز که فعال شد، کاسپیز سبب چی میشه؟ سبب سایتوسکلتون دیسرپشن اند دیگریدیشن نوکلیر فرگمنتیشن. ان هسته را چی میکنه؟ فرگمنت میکنه و یعنی از بین میبره، و ان سایتوپلازم و سایتوسکلتون چی میکنه؟ پارچه پارچه میکنه. بعداً به شکل اپوپتوتیک بادی چی میشه؟ خارج میشه. اگه خلاصه تر بگوییم، یعنی پروسه را براتون آسانتر نوشته کنیم، ما گفتیم که اول چی میه؟ سیگنال میه. سیگنال از کدام طریق؟ شاید خارج داخلی باشه انترینزیک، شاید خارجی باشه اکسترینزیک. هر دویش سیگنال داخلش میاد چی را فعال میکنه؟ کاسپیز فعال میکنه. کاسپیز که فعال شد چی میکنه؟ ان سایتوپلازم تجزیه میکنه و ان هسته را تجزیه میکنه. وقتی که تجزیه شد بعد به شکل اپوپتوتیک بادی چی میشه؟ از حجره خارج میشه. اینی پروسه شد. حالا ما در درس آینده بخیر میخوانیم که چه قسم انترینزیک پاتوی سبب فعال شدن کاسپیز میشه و چه قسم اکسترینزیک پاتوی فعال شدن پروسه کاسپیز میشه، و باز کاسپیز چه قسم حجرات چی میکنه؟ تخریب میکنه. صحیح شد؟ سوال است؟